حضرت امام حسین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت، میوه باغ رسالت و سرور آزادگان جهان، نه تنها در عمق جان شیعیان مسلمانان بلکه در دلهای پیروان سایر ادیان جایگاهی ویژه دارد. از جمله کشیشان مسیحی در انگلیس که درباره ابعاد شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند. از جمله آنان کشیش دکتر کریس یور است که میگوید 35 سال با علاقه درباره اسلام مطالعه کرده است. در این دوران طبیعی است که با زندگانی پیامبر اسلام و خانواده ایشان هم آشنا شدم. از حدود 15 سال پیش من درباره درک شیعیان از اسلام مطالعه کردم تا به اهمیت نقش امامان در سنت تشیع پی ببرم. امامان شیعه آموزگاران بشرند و فقط برای هدایت شیعیان یا امت اسلامی برگزیده نشده اند. از این منظر توجه به زندگانی امام حسین بسیار مهم است، زیرا زندگی ایشان نمونه والای واگذاری همه امور به خدا، فلسفه ایثار و شهادت و مبارزه با ستم در جهان است. به همین علت من به مطالعه زندگانی امام حسین به صورت ویژه مشغول شدم. کشیش فرانک گلی یکی دیگر از روحانیان مسیحی است که تحت تأثیر شخصیت والای امام حسین علیه السلام کتابی با عنوان همیشه کربلا، امام حسین و جهاد مستمر نوشته است. زندگانی امام حسین برای همگان، از جمله برای مسیحیان و مسلمانان، از منظر ایستادگی در برابر بی‌عدالتی و ستم یزید الگوی مطلوبی است. دکتر کریس یور مکتب امام حسین علیه السلام را نمونه اعلای گذشت در راه خدا توصیف می کند. امام حسین مقصد و هدف زندگی خود را می دانست و با اینکه می دانست مسیر کربلا به شهادت ایشان و اسارت اعضای خاندان و یارانش به پایان می رسد، در راه آرمانهای والا پای در راه نهاد و در راه خدا از مرگ با عزت استقبال کرد و بدین ترتیب به الگویی برای همه جهانیان مبدل شد. کشیشان مسیحی که درباره حضرت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند معتقدند نام امام حسین زینت بخش تاریخ انسانیت و قیام ایشان الهام بخش آزادگان جهان در همه عصر هاست. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.